و یکی از خطاگی هایی که در طواف می شود خیلی که گفتیم با یک دعاهایی که اصل ندارد هر یک دور طواف را مخصوص کردن. این چونین یکی از خطایی هایی که مردم بسیار صادر میکنن این همدیگر را اذیت دادن که این حرام است. برای بوسه کردن سنگ سیاه شده و همان طرف میرند مردم را اذیت میدهند و واقعا اذیتی سخت است. زیر میکنند، تیله میدهند، گاه حقارت و دشنام و زنازنی هم میشود. این حرام است. شما برای خاطر اجرای یک سنت به حرام گرفتار نشوید. دفع مفسده به از جلب مصلحه. در شریعت قاعده است دور کردن گناه بهتر از آوردن فایده، آوردن ثواب، جلب فایده‌ناک کارها. بوسه کردن حجر الاسود سنت است، لیکن اذیت دادن مسلمان ها حرام است. عورت ها کشاده میشد، انسان می افتد، گاه قی میکند، همه جا را افلاس میکند. بنابراین بهترش با اون جاهایی که مردم جمع شدند و یعنی که زحمت دارند با اون جاها نرود و از دور اشاره کند. کدام وقتی که فرصت شد گردی کعبه بی آدم شد در آن حالت میتواند آمده به اذیت مردم حجر الاسود را بوسه کند. اگر بوسه نکند هم عمره، حجش حج است. یعنی بوسه کردن حتمی و ضروری نیست.